چندین سال قبل پلی در ایالت نیویورک آمریکا فرو ریخت. بعد از 32 سال کارشناسان گزارش دادند که دلیل ریختن پل خستگی یا فتیگ پل بوده است. جذابیت علم مقاومت مصالح به همین مبحث خستگی است، یعنی خستگی سازه در اثر بارگذاری متناوب. هیچ کدام از این بارگذاری ها به تنهایی از توان سازه خارج نیست، اما همین متناوب بودن آنهاست که خسته اش می کند، طاقتش تمام و ویران می شود. این دقیقاً همان دلیلی است که بیشتر ما آدم ها بابت آن می میریم، بابت تکرار بارهای کوچکی که تمام نمی شوند، اما آنها انسان را تمام می کنند. اکثر ما انسان ها عمدتاً از خستگی می میریم. فقط اشکال در این است که در گزارش مرگ هیچ کس نمی نویسند دلیل مرگ خستگی بوده است. شاید لازم باشد یک روز علم مقاومت مصالح را به علم پزشکی قانونی پیوند بزنند و بلکه باید به روانکاوی هم پیوند بخورد، چون خیلی مهم نیست که در گزارش مرگ هر آدمی چه می نویسند. فقط ای کاش همانطور که فرمولی برای اندازه‌گیری میزان تحمل یک سازه در مقابل خستگی وجود دارد، فرمولی هم برای اندازه‌گیری میزان تحمل هر انسانی وجود داشت. آن وقت شاید میشد یک سیستم هشداردهی روی هر آدمی نصب کرد تا در مواقع حساس بعد از تحمل فشارهای متناوب به اطرافیان پیامی مخابره کند مبنی بر این که هشدار، انسان مورد نظر به فتیگ یا خستگی مفرط نزدیک می شود. لطفاً اگر او را دوست دارید کمی راحتش بگذارید تا خستگی بارهای متناوب را آزاد کند و سپس آماده ادامه دادن شود. در غیر این صورت شاهد فروپاشی و مرگش خواهید بود. لطفاً مراقب بار اضافی و متناوب بر روی عزیزانتان باشید قبل از آن که ظرفیت تحملشان تمام شود و در اثر خستگی سازه روانشان فرو بریزد. با هم مهربان باشید پیش از آن که دیر شود، به آنگونه که نیما در 1 سالگی فرزندش به او گفت: پسرم، یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی. از این پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی.